خوش آمدید بیننده های عزیز. دوباره خوش آمدید بیننده های عزیز. رسیدیم به اولین مسابقه امروزی رقابتی که در کاتگوری وزنی سوپر بنتن ویت یا 55.338 کیلوگرم برگزار شده و متایکار در گوشه گن یا سرخ کسی نیست جز سید مهدی موسوی و حریفش هم در گوشه آبی کسی نیست جز عبدالقدوس تلاش. داور مرکزی عبدالخالق وکیری. مسابقات جوان مردانه میکنین، فاول نمیزنین، یوت میگم اعلام درست است. موفق باشین. بیننده های عزیز، مسابقه اول ماست قسمی گفتم در کاتگوری وزنی سوپر بنتن ویت و تا لحظات بعد رسما آغاز خواهد شد. 55 کیلو و 338 گرم وزن کاتگوری سوپر بنتن ویت است و حالا زنگ بسته در میان رقابتی که در 30 راوند 30 دقیقه‌ای برگزار شده. امیدوارم تا پایان ما را همراهی کنید و از دیدن رقابت‌های امروزی لذت کافی را ببرید. سید مهدی موسوی از ولایت هرات آمده و در برابر حریفش از ولایت بلخ قرار گرفته. ضربه خیلی خطرناک، بازم ضرباتی که زدن میشه خیلی خطرناک است. ضربات از آمادگی بالایی برخورداره و جزء متکرران مطرح در ولایت هرات به شمار میره. سید مهدی موسوی خودل حریفش هم یک لحظه به هم خورد. سعی میکنن تا ضربات را داشته باشند. ببینیم که چیکار کنند. هوگای خطرناک را وارد میکنه. بازم تلاش برای انجام ضربه زنی انجام میشه. تلاش هر دو متایکار. تتلوک از نک داون میسازه حریفش. مسابقه ادامه داره. ببینیم که در ادامه چه کار خواهند کرد. هوای پای در پای با خود اومده در این لحظات موسوی. مسابقه‌ای که همچنان ادامه داره. تلالانگ تمیز و تعادل خودش از دست میده. هر دو از آمادگی بسیار بالایی برخوردار هستند. بازم مترونگ ضرباتی که زده میشه. تاچیان ضربات را دارن فعلا که راوند اول مسابقه است و 1 دقیقه و 19 ثانیه به پایان این راوند باقی مونده. همچون ضرباتی که زدن میشه. تاچیان همچون ضربات زدن میشه. سعی میکنه تا حریفش پرتاب کنه. یکی از ولایت هرات و دیگری از ولایت بلخ. دومین دوره مسابقات کمربند قهرمان ملی NPMF و که به صورت زنده تقدیم شما ایزان میشن. مشکلی بعد دستکش سید مهدی موسوی پیش آمده بود. دوباره مشکلش رفت میشه. مسابقه سر گرفته میشه. ضربه خطرناک. سعی میکنه موسوی تا حالت تهاجمی خودش حفظ کنه. ضربات خیلی خطرناک. تلاش همچنان ادامه داره. سی هر دو متایکار به گوشه رینگ برده حریف خودش عبدالقدوس تلاش. گراد خیلی خطرناک. بازم ضربات زدن میشه. کاملا یک دستکش موسوی به بیرون رنگ پرتاب شد. خیلی حالت تهاجمی خطرناک را به خود گرفته عبدالقدوس تلاش از ولایت بلخ با شورت آبی رنگ در برابر حریفش قرار گرفته در گوشه آبی. باز هم ضرباتی که زدن تاچیان همچنان و راوند هم در این لحظه و پایان رسید. چقدر یک
راند زیبایی بود. در کنارم خوشبختانه آقای احمد رشاد فقیری یک تن از کارشناسان خوب ورزش موتور رو میخوایم نظرشون در مورد راند اول مسابقه داشته باشم. بله تشکر. ضمن عرض سلام و احترام خدمت شما و خدمت تمام حضار گرامی و ورزشکارایی که تشریف آوردن، چی از مرکز چی از ولایات. انشالله که مسابقه و برنامه خوب داشته باشیم امروز. همون قسمی که در جریان هستین امروز ما شاهد دومین دور مسابقات قهرمانی عنوانی NPMF در سطح ملی برای کمربند فدراسیون در بخش حرفه‌ای ما شاهدش هستیم و ورزشکارا و قهرمانایی که در دوره اول از کوارتر فاینال بالا آمدند امروز در سیمی فاینال و بعضشون بعض اوزان در کوارتر فاینال بازی خواهد کرد. بازی بسیار خوب هست. اولین بازی ما هست. هر دو ورزشکار، یکی از ولایت هرات و از ولایت بلخ، از ورزشکارای نخبه، مویتایکارای بسیار خوب هست، در سیمی فاینال فایت میکنن. برنده ایران اتومات میره برای بازی برای فاینال ای وزن. انشالله که ما امروز دو وزن را فاینال خواهد کردیم، یعنی کمربند برش خواهد دادیم. بعد تعقیبش در ترکیب همی بازی ها ما بازی های دیگه اوزان هم در کتگوری های مختلف خواهد داشتیم. تشکر. جهان سپاس. آقای فقیری ضرباتی که زدم شخصی موسوی و تلاش خودش همچنان ادامه و تشیاق خیلی خطرناک پادال خود از دست داد. تلاش واسه مسابقه ادامه داره. ضربات خیلی خطرناک هوگای پای در پایی که زده شد. داور مرکزی آقای عبدالخالق وکیلی است، یک از داوران خوب رشته موتای فدراسیون حرفه‌ای موتای افغانستان. ضربات همچنان زدن ترجیح باز هم تعادل خود جهت این عالی داره کار میکنه سعید مهدی موسوی، یکی از بهترین های موتای هرات به شمار میره موسوی. این طرف هم که عبدالقدوس تلاش قرار داره، یکی از بهترین های بلخ. مسابقه همچنان با جذابیت بالایی برگزار در سطح یک مسابقه مینی ایونت یا مرکزی. هوگای خطرناک، ضربات پای در پای سعی میکنن تا همچنان مطرون بزنن. حالا باز هم تو این سونه خیلی خطرناک زدش سوی تلاش. عبدالقدوس تلاش سعی میکنن تا بازم ضربات را داشته باشه. هوگای خطرناک. مسابقه خیلی جذاب و پرحرارت دنبال میشه در این لحظات. گراد خیلی عالی. مسابقه ادامه داره. کاوی پای در پای از سوی هر دو موتای کار زدن میشه. رمزه دوم مسابقه با جذابیت تمام در حال برگزاری. باز هم ضربه‌ای که زدن میشه و تعادل خودش از دست میده. عبدالقدوس تلاش. گراد خطرناک. چقدر مسابقه جذاب است. ضربات پای در پای آرام قرار ندارن هر دو موتایکار. بازم حالت تهاجمی رو به خود گرفته. تلاش کاوی خطرناک. ساکای پای در پای. نباید از حرکات آرونج خودش غیر قانونی استفاده کنه و به بک یا کمر حریف ضربه بزنه. آگه خطرناک. ضربات همچنان زده میشه. مطرونگ ضربه خیلی خطرناک و پرقدرت از سوی سعید مهدی موسوی. شمارش آغاز شده. ببینید که قادر به ادامه مسابقه هست یا خیر. مسابقه ادامه پیدا میکنه. خیلی رقابت عالی بوده. پیشروی موسوی سعی میکنه تا ضربات وارد کنه. حالا تعادل خودش از دست میده. هنوز یک راوند دیگه دست نخورده باقی مونده و 20 ثانیه به پایان راوند دوم مسابقه باقی مونده. تلاش هر دو موتایکار در سطح خیلی بالایی برگزار شده. این رقابت ها سعی میکنه تا هوک بزنه. هوک خطرناک. حالا تشیان تعادل خودش از دست داد موسوی. لحظات پایانی راوند دوم مسابقه است که با چه نتیجه ایران به پایان خواهد رسید. حالت تهاجمی و توینگسونه که در لحظات پایانی برخورد نکرد. راوند دوم واقعا راوند خیلی عالی بود. آقای فقیری چگونه دیدید راوند دوم مسابقه را؟ بله تشکر. مسابقات بسیار جالب و دیدنی شده.
در این کاتگوری وزنی، ولی من تا جایی که من فکر میکنم هر دو فایتر بسیار خوب کار میکنه، ولی فایتر سرخ از ولایت هرات هم در حمله هم در ضد حمله ترکیب دست و پایش بسیار خوب است، یعنی هم از دست و هم از پا با استایل مویتای حملات و ضد حمله داره، ولی تا جایی که دیده میشه فایتر آبی از ولایت بلخ زیادتر از در حملات خود از مشت استفاده میکنه. من فکر کنم که اگر ترکیب دست و پا را مد نظر بگیرن اینا هم بازی جالبتر خود بود، ولی در کل بازی بسیار خوب، بازی جالب. انشالله که شاید راند سوم هستیم، ببینیم که نتیجه کار چی میشه. خیلی ممنون. تا لحظات بعد راند پایانی مسابقه هم آغاز خواهد شد. داور مرکزی هم که آقای عبدالخالق وکیلی است، یک از داوران خوب فدراسیون موتای حرفه‌ای افغانستان و همچنان نایب قهرمان جهان در سال 2011. مسابقه آغاز میشه. راند پایانیه که بین سعید مهدی موسوی از ولایت هرات و حریفش هم عبدالقدوس از ضربات خطرناک نباید رفت و پا انجام بده و از پای حریفش محکم بگیره. تلاش. مسابقه ادامه داره. بازم هوگ خطرناک همچون لوکی که زدن شده سعی میکنه تا ضربه داشته باشه. مترون پیشروی خودش ادامه میده. تاچیون اوزها تاچیون عجب رقابتی شده این مسابقه. در رمز پایانی قرار دارن. هر دو موتایکارو تمام تلاش و انرژیش به خرج میدازن تا برنده این رقابت شوند و دور بعد بالای کمربند طلایی، کمربند قهرمانی ملی را راه پیدا کنند در اخیر مسابقات. باز هم ضرباتی که زده میشه لحظات جالب مسابقه است. تاچیون خیلی خطرناک است این ضربات، واقعا دوام آوردن تا اینجای کار هر دو موتای کار. ضربات همچنان زده میشه. تاچیون که برخورد را نداره. پیشروی موسوی ادامه داره. سعی میکنن تا تیوینگستون بزنن. گردهای خطرناک. سعی کرد تا مترونگ بزنه اما گرد حریفش هم بسته بود. بازم تاچیونگ که به کمر حریف میزنه. پیشروی ادامه داره. تلاش برای انجام تیپترونگ. بازم ضربات خطرناک زده میشه از موسوی. همچون ضربات را دارن. خیلی پرکار بوده هر دو موتایکار. میدونستم تا پای مسابقات و همونطور پرحرارت و جذاب و داغ دنبال شود. رقابتی که بیننده هستید اولین مسابقه امروزی در کاتگوری بنتن ویت یا 55 کیلوگرم. پیشروی موسوی ضربات را داره. هوگ چپ خطرناک را وارد کرد. باز هم سعی میکنن تا تیوینگستون بزنن. اوه ضربه خیلی خطرناک. تعادل خودش از دست داده عبدالقدوس. تلاش شمارش آغاز شده. لحظات حساس هوج هیجان در این مسابقه فرا رسیده و جاش بلند میشه. آماده است به نظر که مسابقه را ادامه بده و خوشبختانه دوباره مسابقه از سر گرفته میشه. 40 ثانیه تا پایان این مسابقه باقی مانده. مسابقه دیدنی هست. میبینید که با چه روحیه بالای مبارزه میکنه سعید مهدی موسوی. اوه هوگ چپ پرقدرت است توی این موتایکار. رقص پایش انجام میده و سعی میکنه تا و پیشروی خودش ادامه بده. تاچیون باز هم ضربات را داره. مسابقه ادامه داره. تهاجمی لحظات پایانی مسابقه است. آخرین تلاش خودتان انجام خواهند داد. چیزی بر پایان رقابت باقی نمانده. ببینیم که در این لحظات اتفاق خاص رخ خواهد داد یا خیر. پیشروی هر دو موتایکار باید کمکار نباشن در این لحظات. وقت خیلی کمی مونده به پایان رقابت. تلاش‌ها همچون ادامه داره. پیشروی موسوی در مرکز رنگ و زنگم وسط در میه و مسابقه به پایان میرسه. خیلی یک رقابت جذاب بود واقعا.
بیننده های عزیز مسابقه در طول 3 راوند به پایان رسید و نظر بر رأی داوران کناری برنده در گوشه سرخ سعید مهدی موسوی. همچنان سرپتکت یا تقدیرنامه برای عبدالقدوس تلاش هم در نظر گرفته شده تا اهدا شود. از خانم رضایی رئیس کمیته بانوان فدراسیون خوشمند هستیم داخل رنگ تشریف آورده و ما را در تفویض حکم فایتر آبی از ولایت بلخ ما را همکاری کنند. خانم رضایی رئیس کمیته بانوان. مسابقه بعدی هم تا لحظات بعد آغاز خواهد شد. منتظر مسابقه دوم باشید. بیننده های عزیز بازم خوش آمدید. رسیدیم به مسابقه دوم، رقابتی که باز هم در کاتگوری سوپر بنتن ویت برگزار شده و موتایکار در گوشه سرخ از ولایت کابل کسی نیست جز محمد رضا مهرابی و حریفش در گوشه آبی از ولایت غزنی کسی نیست جز امین الله حسینی. داور مرکزی استاد اسحاق سلحانی.
فایت جوان مردانه فهمیده شد فاول میزنی چیزی که من میگم اونو برو اطاعت نمی فهمیده شد بیننده های عزیز مسابقه دوم قسمت گفتم در کاتگوری وزنی سوپر بنتن ویت از تو زنگ بسته در میان مسابقه تا ثانیه های بعد آغاز خواهد شد. حالا آغاز میشه خدمات مسابقه بعدی آقای اسحاق سلطانی است، یک تن از داوران و مربیان خوب رشته موتای در افغانستان. ضربات خطرناک سعی میکنن تا در همین راوند اول کار تمام بسازن. ببینیم که موفق به انجام این کار خواهند شد یا خیر. ضربات خیلی خطرناک رو میزنن، بازم تاوینگ سونگی که برخورد نکرد. مسابقه ادامه داره در راوند اول. ضربات خیلی خطرناکی هست این ضربات، بازم هوک و پرتاب که انجام میشن. هوک خیلی خطرناک، باز هم ضرباتش ادامه میده. لحظات خیلی حساس است. محمد رضای مهرابی از ولایت کابل است این موتای کار. بازم ترچیانگ خطرناک همچون تاوینگ سو چرخش. چه هوک پر قدرت رسد. سعی میکنن تا ضربات مشت یا مترونگ را داشته باشن. هر دو موتای کار داور اصلا جدا میکنم. دوباره رقابت از سر گرفته میشه. مسابقه‌ای که به صورت زنده تقدیم شما ایزان میشه. سعی میکنن با یک دهن بسازه حریفه و همین کارم انجام میده. لحظات جالب است در این مسابقه عالی بوده تا اینجای کار. باز هم برخورد نمیکنن. دوباره مسابقه چوکیا آغاز میشه. گراد خطرناک باز هم سعی میکنن تا ضربات را داشته بشه. کوم میزنه به بدن حریف. تاچیان تلاش انجام میشه. سعی میکنن تا دنگ بسازه حریف خودش، اما موفق به انجام کار نشدند. رقابت ادامه داره. فعلا که راوند اول است. تاچیان باز هم تاوینگ سونگ همچون ضربات زده میشه. بازم ضربات ادامه داره. تلاش هر دو موتای کار در این لحظات. رمز اول مسابقه کمتر از 50 ثانیهش باقی مونده. تاوینگ سونگ خیلی خطرناک زده میشه از سوی محمد رضای مهرابی. ضربه تاوینگ سونگ خیلی خطرناک ازد. بازم انجام میشه تلاش، اما موفق نشه تا ضربه بعدی خودش بزنن. لحظات پایانی بازم تاوینگ سونگ همچون آگ خطرناک. ضربات خطرناک را که یکی بعد دیگری روانه سر و صورت حریفش میسازه. پیشروی است. مترونگ خیلی خطرناک میزنه ضربات خودش. مهرابی سابقه ادامه داره. هر دو مورد از هم جدا میکنن و رمز اول مسابقه و پایان رسید. رمز جزای بود. آقای احمد رشاد فقیری در کنار ما، یک تن از کارشناسان خوب ورزش موتای و میخوایم نظرشان در مورد آمادگی ورزشکارانی که در این رقابت‌ها شرکت کردن بپرسم. ولی تشکر. اما قسمی که شما شاهد هستین، ما فایترهای در سیمی فاینال هم از مرکز هم از ولایات به این سطح که واقعا حرفه‌ای بازی میکنن، بازی دارن. ترکیب دست و پایشون بسیار خوب هست. ما به عنوان فدراسیون واقعا امروز خوشحال هستیم که شاهد نتیجه کار فدراسیون در قسمت گسترش ورزش مویتای حرفه‌ای هم در مرکز هم در ولایات هستیم که واقعا ما میبینیم که سطح ورزشکارا واقعا حرفه‌ای شده در بخش مویتای حرفه‌ای و این واقعا آخر کار نخواد بود. امو شعاری که داریم it would not be the end. ما پیش خواد رفتیم، ورزشکارای خوبتر و بهتر معرفی خواد کردیم برای مویتای افغانستان بخصوص در بخش حرفه‌ای. بسیار زیاد تشکر. مسابقه دوباره اثر گرفته خواهد شد. رمز دوم مسابقه تا ثانیه های بعد آغاز خواهد شد. رقابتی که بین
محمد رضایی مهراوی و امیرالله حسینی برگزار شده. رمز اول خیلی خوب کار کرد رضا، مورد تشویق طرفداران خودشون در سالن قرار گرفته. حالا رمز دوم آغاز میشه. می‌بینیم که در ایران عملکردشون چگونه خواهد بود. تاتت لانگ ضرباتی که زده میشه. پیشروی ورزشکار از ولایت غزنی یعنی حسینی، حق خطرناک چقدر نیک داون میشه ضعیف خودشه. امین الله حسینی مسابقه ادامه داره. واسه تچیانگه که برخورد کرد همچنان سعی میکنن تو ضربات را وارد کنند. خیلی خطرناک کار کرده هر دو موتایکار. عجب ضربات مرگبار را دارن. خیلی داره خطرناک بود. بودن نیک داون میشه ضعیف خودشه. امین الله حسینی از ولایت غزنی اومده در این مسابقه شرکت کرده. مسابقاتی که به صورت زنده تقدیم شما ایزانش از طریق تلویزیون خودتان، تلویزیون ورزشی 3. هر دو موتایکارا دوباره از هم جدا میکنه و مسابقه دوباره از سر گرفته خواهد شد. تشیانگ خیلی خطرناک واسه هم کوم میزنه با بدن ریف کوی بعدی چپ و راست ضربات زندی را وارد میکنه و بالاخره یک دم ساخری به خودشه. خیلی داره مسابقه جذاب دنبال میشه در این لحظات. رمز دوم از تو یک رمز دیگه دست نخورده باقی مانده. تشیانگ بازم ضربات خطرناک پشت کیک بود که زد محمد رضا مهراوی. تشویق یکسره طرفداران. بازم رقص پای هر دو موتایکار. تشیانگ مترونگ خیلی خطرناک را وارد میکنه. بازم سعی میکنن تو ساک بزنن. ضربات آرنج اصطلاحات خاص خودش داره ورزش موتای، اصطلاحاتی که کلا به زبان تایلندی می باشه. باید متوجه تذکرات داور مرکزی باشه هر دو موتایکار. مسابقه دوم است که به صورت زنده بیننده هستی. تلاش هر دو موتایکار ادامه داره. خسته به نظر میرسن در این لحظات. فعالیت زیاد را داشتن تا اینجای کار. مسابقه از سر گرفته میشه. 40 ثانیه تا پایان رمز دوم این دیدار. تلاش هر دو موتایکار ادامه داره. بازم پیشرویی که ادامه پیدا میکنه. سعی میکنن تا ضربات داشتن. تچیانگ نتونست ترونگ خودش موفقانه بزنه. حسینی بازم تچیانگ خطرناک در ادامه. مترونگ خیلی داره ضربات خطرناک را وارد میکنه. این مبارز میبینیم که میتونه حریف خود چند کاوت بسازه یا خیر. چیز نماده بود تا تیوینگستون خودش بزنه اما برخورد نداشت با صورت حسینی. رمز دوم هم رمز خیلی عالیه بود. ببینیم که در رمز پایانی اتفاق خاص رخ خواهد داد. آیا شاید ناکاوتی خواهیم بود از سوی یکی از دو موتایکار موفق؟ رقابتی که در کاتگوری وزنی سوپر بنتون ویت برگزار شده. بیننده دومین دوره رقابت‌های کمربند قهرمانی ملی موتای حرفه‌ای افغانستان هستید یعنی NPMF. شاید رقابت دوم هستید. رقابت اول که به نفع سعید مهدی موسوی از ولایت هرات به پایان رسید و ببینیم که سرنوشت این دو موتایکار چگونه رقم خواهد خورد و کدام یک برنده مسابقه خواهند شد. مسابقه تا ثانیه های بعد رسما آغاز خواهد گردید در راوند سوم خودش. داور مرکزی هم که استاد اسحاق سلطانی است، یک از داوران خوب رشته موتای در افغانستان. مسابقه آغاز میشه در راوند پایانی. امیدوارم این راوند هم همونطور جذاب دون باشه. تیوینگسون بازم تچیانگ
تیوینگسون برخورد نمیکنه. اوه مسئول که خیلی خطرناک رو میزنه محمد رضای مهرابی. رقابت همچنان ادامه داره، تلاش برای انجام ضربه ها. بازم دو هوک خطرناک، چپ و راست هوک میزنه مهرابی. اوه تحت لانگو تعادل خودش از دست داد. کوتاهی کاره از ولایت کابل محمد رضای مهرابی و حریفش هم از ولایت غزنی اومده. رقابت همچنان ادامه داره. ببینیم که این راوند چگونه به پایان خواهد رسید. فعلا که سعی میکنن تا ضربات را داشته باشن پیشروی موتویکار از ولایت غزنی. نبض بازی داره کم کم در اختیار میگیره. تشویق اکثری طرفداران محمد رضای مهرابی در سالن به گوش میرسه از ولایت کابل است و با نوی میزبان از این مسابقه. ببینیم که میتونه پیروزی از آن خودش کنه یا خیر. در زادگاهش داره مسابقه را انجام میده، یعنی ولایت کابل پایتخت افغانستان. ضربات خطرناک. یک جنگ میسازه علیف خودشه. امین الله حسینی از ولایت غزنی افغانستان. اوه خیلی خطرناک، سعی میکنن تا کو بزنن. ساکو که برخورد نکرد. باز هم ضرباتی که زدن میشه و برخورد نداره، خسته به نظر میرسن. راوند پایانی است و انرژی زیاد داره. هر دو موتویکار از دست دادن. مترون یک جمع مثل ضعیف خودشه. رقابت ادامه داره، سعی میکنن تا تیوینگسون گردن مهرابی و پیشوی خودش ادامه میتونه. حالا فاز تراجمی در اختیار مهرابی از ولایت غزنی و خیلی خطرناک. چقدر داره این رقابت جذاب دون باشه. تچیانگ در دامه هوک میزنه. بازم پیشروی و ساکی چرخشی که برخورد نمیکنه به صورت حسینی. مسابقه ادامه داره. تشویق اکثری طرفداران در سالون. بازم ضربه خطرناک تیوینگسون. حالا نیک تاون میشه یک لحظه دوباره به پا میخیزه. مسابقه ادامه میده. ضربات خطرناک ماتون. خیلی مسابقه نزدیک دنبال شد تا اینجای کار. خستگی ناپذیر بودن واقعا. ثانیه های پایانی مسابقه، ضربات پای در پای، تمام تلاش خودشان رو به خرج میتن تا مسابقه رو به نفع خودشان بپایین. بسیار آماده مسابقه است محمد رضای مهرابی. شمارشی که آغاز شد سوی داور مرکزی آقای اسحاق سلطانی. رقابت ادامه پیدا میکنه. تحت از لانگ ضربه خطرناک. بازم زنگ بساط در میاد و این مسابقه به پایان رسید. رقابت فوق‌العاده جذاب و دیدنی بود.